به مرکز ترجمه توییتر خوش آمدید. برای اینکه بتوانیم توییتر را در اختیار کاربران بیشتری در جهان قرار دهیم، سرویس آزادی ایجاد کرده ایم که با استفاده از آن به ترجمه کردن توییتر به زبان‌های دیگر کمک کنیم. شما قبلا به ما کمک کردید تا بخش‌های مهم توییتر مشخص شود. حالا می‌توانید تجربه بومی خود را نیز به آن اضافه کنید. برای شروع ترجمه این چند نکته به شما کمک می‌کند. با استفاده از ایمیل و رمز عبور همیشگی خود وارد مرکز ترجمه توییتر شوید. بخش توافقنامه ترجمه را مطالعه کنید و سپس روی دکمه I agree کلیک کنید. ما توافقنامه را برایتان خلاصه کرده‌ایم، ولی می‌توانید نسخه کامل آن را هم مطالعه کنید. از لیست این صفحه زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر زبان شما در لیست موجود نیست منتظر باشید. ما در تلاشیم تا هر چه زودتر زبان شما را هم به این لیست اضافه نماییم. به جامعه مترجمین توییتر خوش آمدید. شما آماده ترجمه هستید، از سایت توییتر گرفته تا اپلیکیشن آن برای آیفون. می توانید به ترجمه هر بخش از توییتر که بیشتر از آن استفاده می کنید و یا به آن علاقه دارید کمک نمایید. زیر لیست پروژه ها یک جدول از مترجمین برتر وجود دارد. این راهی است که ما بفهمیم چه کسانی انرژی و وقت کافی برای کمک به ما و بومیسازی توییتر گذاشتند. بعد از اینکه پروژه مورد علاقه خود را انتخاب کردید، روی آن کلیک کنید. این صفحه پروژه شماست. در این صفحه یک لیست مستند از بخش‌هایی که می‌خواهید ترجمه کنید وجود دارد. برای مثال اگر می‌خواهید قسمت twitter.com را ترجمه کنید، امکان ترجمه بخش مراحل ثبت نام، ایمیل‌های تایید، ویجت‌ها و بسیاری موارد دیگر را خواهید داشت. در این صفحه بگردید و کارهایی که دوست دارید را انجام دهید. اگر فقط می‌خواهید بخش‌هایی را که تازه اضافه شده‌اند ترجمه کنید، می‌توانید روی لینک دیت در بالای صفحه کلیک کنید. این کار عبارت‌های تازه اضافه شده را بر اساس تاریخ مرتب سازی می‌کند. به همین روش می‌توانید ترجمه‌های قدیمی‌تر را هم بررسی کنید. اگر بخشی که می‌خواهید ترجمه کنید برایتان مهم نیست، روی لینک آل در بالای صفحه کلیک کنید. با این کار لیست تمام عبارت‌هایی که نیاز به ترجمه دارند، فارغ از بخشی که در آن هستند، برای شما نمایش داده خواهند شد. این گزینه برای کسانی که با توییتر آشنایی زیادی دارند و می‌دانند هر عبارت کجای وبسایت قرار گرفته مناسب‌تر است. اگر عبارت خاصی در ذهن شماست که می‌خواهید آن را ترجمه کنید، می‌توانید به سادگی از کادر جستجو استفاده نمایید. با این کار عبارت مورد نظر شما در پروژه جاری جستجو می‌شود و یک لیست از عبارت‌هایی که حاوی کلمه مورد نظر هستند در اختیار شما قرار داده می‌شوند. می‌توانید عبارت‌ها را به انگلیسی یا به زبان خودتان جستجو کنید. برای این کار به سادگی زبان مورد نظر خود را از زیر کادر جستجو انتخاب نمایید. برای ثبت ترجمه‌هایتان یک پروژه از صفحه اصلی انتخاب کنید. سپس یک بخش مشخص از پروژه‌ای که می‌خواهید ترجمه کنید را انتخاب نمایید. ممکن است یک لیست کوتاه از ترجمه‌هایی که توسط مترجمین دیگر ثبت شده‌اند برای هر عبارت به چشم بخورد. این پیشنهادها را مترجمین دیگر اضافه کردند و حداقل چند نفر آنها را مفید یافتند. روی گزینه هر کدام از ترجمه‌ها کلیک کنید تا مشخص کنید به نظرتان کدام یک از بقیه بهتر است. اگر منصرف شدید می‌توانید مجددا روی همان گزینه کلیک نمایید تا انتخاب شما لغو شود. اگر فکر می‌کنید می‌توانید پیشنهاد بهتری از متن‌های قبلی ارائه دهید، ترجمه پیشنهادیتان را در فیلد زیر ترجمه‌های دیگر وارد نمایید. همه می‌توانند ترجمه پیشنهادی خودشان را ارائه دهند. اگر روی مور اینفورمیشن کلیک کنید، جزئیات بیشتری را در مورد عبارت مورد نظر، شامل عبارات مشابه و نظرات کاربران پیدا خواهید کرد. وقتی ترجمه‌هایتان را در صفحه وارد کردید، باید کارتان را ذخیره نمایید. برای این منظور به پایین صفحه بروید و روی Save Translations کلیک کنید. شما همیشه می‌توانید عبارات ترجمه شده خود را با استفاده از جستجو یا کلیک روی Your Translations در بالای صفحه بیابید. در صفحه پروفایل شما یک برگه مشخص از تمام فعالیت‌هایی که در مرکز ترجمه، شامل تعداد رأی‌ها و ترجمه‌هایی که انجام داده‌اید قرار داده شده است. حالا برای شروع ترجمه آماده شده‌اید. اگر سوالی دارید، بخش راهنما رو مطالعه کنید. در این بخش می‌توانید راهنمایی‌های کلی و یا راهنمای ترجمه را انتخاب کنید. بخش راهنمای ترجمه شامل نکات و ترفندهای مربوط به زبانی است که می‌خواهید آن را ترجمه نمایید. برای دریافت اخبار مربوط به بروزرسانی‌ها، اشکالات و مسائل مرتبط با ترجمه، @translator را دنبال کنید. از اینکه به ما کمک می‌کنید تا توییتر را در اختیار همه قرار دهیم، از شما سپاسگزاریم.